در اظهارات رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت به زودی احتمال دستیابی به سازش بر سر بحث‌های هسته‌ای با ایران وجود دارد. این زمان فدریکا موگرینی تاکید کرده است که هر دو جانب بحث باید در آستانه دور نو مذاکرات در ژنو برای رفع اختلاف‌ها اراده سیاسی را به نمایش گذارند و این امکانیت نباید از دست رود. روز 23 فوریه مذاکره کنندگان اطراف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفتند که در پایان 2 روز گفتگوهای دیپلمات‌های آمریکایی و ایرانی پیشرفت حاصل شده است، ولی همانا کار زیادی در پیش است. مذاکرات نوبتی روز 2 مارس ادامه می‌کند. شارح رادیوی فردا هانا کاویانی اخیراً از ژنو برگشت که شاهد مذاکرات بوده است. هانا سلام، فکر می‌کنید بعد 12 سال بحث و بررسی‌ها درباره حق ایران برای داشتن یک برنامه هسته این بحران واقعا هم به زودی پایان می‌یابد؟ به هر حال شواهدی که ما در حال حاضر می‌بینیم در این دور تازه‌ای از مذاکرات که از حدود 1 سال خورده پیش آغاز شده، به نظر میاد ایران و 6 قدرت جهانی به مرحله‌ای از گفتگوهاشون رسیدند که آمادند از برخی مواضعشون شاید کوتاه بیان و شاید بتونن همونطور که گفتید بعد از 12 سال بیشتر به یک توافقی دست پیدا بکنند که پایانی باشه بر این مناقشه. در دور اخیر که در ژنو ما شاهدش بودیم، به نظر میاد که اختلافات طرفین کمتر شده و نظرها به یکدیگر نزدیکتر. باید دید که تا فروردین ماه که اولین مهلتشون برای دستیابی به توافق هست چگونه ادامه خواهند داد راهو و شاید بتونن که به یک توافق دست پیدا کنند. در بحثی که در مرحله فعلی جریان دارد مشکل چی است؟ ایران و 5+1 کلاً پشت درهای بسته مذاکره می‌کنند و ما جزئیات بسیار کمی درباره اون چیزی که پشت درهای بسته اتفاق میفته میدونیم. اما مشخص هست که ایران و 5+1 بر سر چه موضوعی مذاکره می‌کنند. اینکه جامعه جهانی میخواد از ماهیت برنامه هسته‌ای ایران که میگه صلح‌آمیز مطمئن بشه و از سوی دیگه ایران میخواد تحریم‌های بین‌المللی که به دلیل این برنامه بر این کشور اعمال شده رفع بشه. این مسئله کلی هست که هر کدومش جزئیات بسیار زیادی داره، از جمله دامنه غنیسازی اورانیوم در ایران، تعداد سانتریفیوژهایی که میتونن فعال باشند، بازه زمانی که اینها توافق خواهند کرد. امروز صحبت از توافقی 10 تا 15 ساله است. یا از سوی دیگه تحریم ها چگونه اول تعلیق بشن و بعد رفع بشن. در نتیجه جزئیات بسیار زیادی هست که میگن اگر که بخوان توافق بکنند باید بر سر همه این جزئیات توافق نظر داشته باشند. میگن که بدون توافق بر سر همه موضوعات هیچ توافقی شکل نخواهد گرفت. و افکار عموم در جامعه ایران در این زمینه چی میگوید؟ مردم عادی آیا از این وضع، از تحریم ها، از محدودیت هایی که حکومت برایشان با این سرسختی هایش ایجاد کرده است خسته نشدند؟ اون چیزی که ما میشنویم از خصوصا شنوندگان رادیو فردا که پیام میذارن برای ما از ایران، مشخص هست که به هر حال یک روند فرسایشی پیدا کرده. شاید در ماه‌های اولی که این دور تازه مذاکرات در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی آغاز شده بود، کمی شور و هیجان و انتظارات بیشتر بود و مردم منتظر بودند که این به یک نتیجه برسه. اما هرچه طولانی تر شد این روند، خصوصا در آذر ماه قرار بود طرفین توافق بکنند، موفق نشدند، تمدید 7 ماهه‌ای کردند. در نتیجه هر چقدر این زمان بیشتر پی گرفته میشه، مذاکرات طولانی تر میشه، مردم مسلماً تأثیری که بر زندگیشون میذاره و فشار اقتصادی که وجود داره خسته‌شون میکنه. اما میدونیم در عین حال که بسیاری از مردم منتظرند، خصوصا در دورانی که مذاکرات برگزار میشه ما پیام‌هایی که دریافت میکنیم مشخص هست که مردم بسیار منتظرند تا در نهایت این مذاکرات به یک نتیجه‌ای برسه که شاید بتونه کمک بکنه به روند زندگیشون، خصوصا از لحاظ اقتصادی در ایران. تشکر. شارح رادیو فردا هانا کاویانی به سوال‌های ما پاسخ داد.